با عرض سلام و ارادت محضر شما دوستای عزیز و گرانقدر، بازم مزاحم اوقات شریفتان شدم تا یکی از شعرها را برایتان بانم. امیدوار هستم که مورد پسند شما دوستای عزیز قرار بگیرم. یکان روز شعر عاشقانه برایتان میمانم، یکان روز عارفانه، یکان روزم شعرهای متفرقه و درد دلی. انشالله که خوشتان بیاید. در دیار بی کسی تنها ماندم، از قطار شادی‌هایش انگار جا ماندم. گویی خنده را کفاره است بی انتها، در کوچه دلتنگی‌هایش جا ماندم. یک نفر پیدا کند راه خانه‌ام را، در غربت این کوچه های بی انتها ماندم. شادی و لبخند در خانه دوست باشد، در جستجویش چون کوری بی عصا ماندم. در شهرتان نیست یا هست جود و کرم، لبخند هدیه کند بر قلب من که در ماندم. نیک ندانم غم کفاره است یا هدیه دوست، در شکر و شکوهش چون کودکان در ماندم. اشکم در گوشه چشم چون مروارید غلطان، شکر به لب دارم و حیران ماندم. چرخ گردون چند روز بر وفق ما نبود، حال ما را خوب گرداند کارگردان. خواندم این قصه را آخر خوش است ای قصه خوان، بهشت است آخر آن قصه در قرآن خواندم. انشالله که دوستای عزیزی که در عالم مهاجرت هستین، در دیار غربت مسافر هستین، چه در ایران چه در کشورهای اروپایی و هر جای دنیا که هستین، غم دوری از وطن سر شما کدام فشاری نیاره. دلتان شاد، قلبتان آرام باشه. در دنیا هیچ چیز به اندازه سلامتی، دلخوشی و آرامش ارزش نداره. یک قصه اینجا برایتان بکنم. یک بنده خدا در یک روستا چوپان بود. یک شب خواب دید که در کشور مصر زیر اهلام سراسر اگه بکنی اونجا یک گنج بسیار عظیمی پنهان شده و تو میتونی مالک او شوی. این بنده خدا صبح که از خواب بیدار شد در چرت ماند. یک شب، دو شب، سه شب امی خواب پشت هم دید. آخرش راهی شد و گوسفندی که داشت یار سودا کرد. آمد یک شهر یک کار بود، تلاش که خود به مقصد برسان. مثل ما که مهاجر هستیم و از این کشور در کشور. آخر در کشور سومی که رسید، تمامی امی مال و تجاری که سودا کرده بود و خرچی کرده بود که بیاید طرف مصر، امی را دوست زد دستش. مجبور شد در او شهر ماندگار شد و چیزای خوبی را از اون مردم یاد گرفت، کارهای جدید یاد گرفت. خلاصه کوتاه کنم، رسیدن در مصر، رفت زیر اهرام سراسر شروع کرد به کندن. همین وقتا بود که پلیس یا گزمه یا هر چیزی که شما تصور میکنین همین رسید، شروع کرد دزدن. از این گفت کدام دوز هستی؟ چی بلا آمده اینجا رو میکنی؟ گفت نه بخدا من دوز نیستم، من فلان جای هستم. همین خواب چند دفعه دیدم، آمدم که همین خواب خود در رویای خود برسم و همینجا رو کندم. امی سرمفتش از اینا یا قماندان از اینا که بود زیاف خندید، گفت تو خود دیوانه هستی نه؟ اگر من مثل تو بودم، من چندین شبه که خواب میبینم در فلان شهر در کنار یک مسجد یک درخت خشک است، یک چوپان در اونجا دائم میشینه و نی میزنه. گفته که زیر سایه از درخت اگه بکنی پر گنج است. این مرد در چرت شد، چون دقیقاً آدرس خانه از زیر داده بود، آدرس محل سکونت از زیر داده بود. باز با می بسیار سرعت برگشت اون منطقه، اما درختی که اونجا بود زیر اون درخت کند و به اون طلای عظیم خود رسید و به گنجش رسید. غرض از این داستانیه که انسان ها در هر جایی که خودشان اراده کنند، در هر جایی که خودشان بخواید، در هر جایی که خودشان تلاش کنند، گنج و نمونج است. چه در افغانستان باشه، چه در ایران باشه، چه در اروپا باشه، گنج خودتان هستید. گنج پشتکارتان است، گنج تلاشتان است و گنج همتتان است. انشالله که همیشه پیروز و موفق و سربلند باشین. یا علی مدد.